ما در هر تقریر خود که ولو در هر موضوع در هر معامله باشه، محفل از عروسی باشه، خامخا یک شینگ توحید بیان میکنم. با سعی میکنی که کسی که شرک داره و شورشورک میخوره، بس کو دیگه این گپا رو نزن، این جای مرده است، این جای توی است. نه، من میگم جای توحید است، عقیده توحید بیان شود. مردم مبتلا در این مرض هستند و خود به خود شورش میاد. اینی شورش وسوسه چی است؟ شیطان. قدمته أمشي به يسعى معي كل الذي يرجون فضلك أمطروا حاشاك أن يبقى هشيما مربعي